بسم الله و صلاة و السلام علی سیدنا و نبینا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. بینندگان عزیز ارجمند، از بس که در ماه مبارکی رمضان قرار داریم و این ماه در خود عبادت های گوناگون دارد که شخص مسلمان باید آن را انجام دهد اگر خواهد به طوری کامل از این ماه بهره برداری ایمانی حاصل نماید. بنابراین خوب است و جا دارد تا با عبادت هایی که خاص این ماه هستند آشنا شویم. یکی از عبادت های خاص این ماه عبادت اعتکاف است. پس بیایید با ماهیت این عبادت و با بعضی احکام آن آشنا شویم. اعتکاف در زبان عربی به معنای در مکان ایستادن، در جای ماندن است. در اصطلاح فقهی باشد اعتکاف به معنای تقرب، یعنی به مقصد ادای عبادت، به مقصد تقرب و به خاطر به دست آوردن اجر و ثواب در مسجد جامع در حال روزه‌داری به نیت اعتکاف حداقل یک روز نشستن است. یعنی ماهیت اعتکاف از این عبارت بوده که شخص روزه‌دار به مقصد به دست آوردن اجر و ثواب در مسجد جامع حداقل یک روز خود را سپری نماید. این تعریف فقیهان حنفی و مالکی است که برای صحیح شدن اعتکاف روزه‌داری شخص معتکف را شرط می‌دانند. به عبارت دیگر شخصی که اعتکاف می‌شیند باید روزه‌دار باشد. پس هر کی روزه ماه رمضان را گرفته در حال روزه‌داری است که روزه فرضی است یا در غیر رمضان روزه نفل نیت کرده می‌تواند اعتکاف شیند. برای صحیح شدن عبادت اعتکاف نیت کردن آن شخص شرط است، یعنی میباید به قلبش عزم کند، اراده کند که به مقصد اجرای این عبادت در مسجد می نشیند. وگرنه اگر از صبح تا بیگاه در مسجد نشیند و نیت اعتکاف نداشته باشد او را معتکف گفته نمی شود. مقصد از اعتکاف این دوری از کار و افکار دنیا و فارغ شدن برای عبادت و با دقت و با خاطر جمعی عبادت خالصانه برای خدا انجام دادن است. عطای خراسانی یکی از بزرگان دین میگفتند مثل المعتکف مثل الذي القى نفسه بين يدي الله تعالى يقول لا ابرح حتى تغفر لي. داستان معتکف مثل شخصی است که خود را در پیش خالقش، در پیش پروردگارش افکنده و بزاری و التجا میگوید پروردگارا من از اینجا نمی روم مگر در آن صورتی که گناهی مرا ببخشی. اعتکاف نشستن در ده اخیر رمضان دوستان عزیز سنت مؤکده است. سنت مؤکده یعنی سنتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر انجام آن تأکید کردند و خود ایشان آن سنت را همیشه به طور دائم اجرا کردند. امام بخاری و امام مسلم از مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده. مادرمان عایشه رضی الله عنها میگوید فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم تا وفاتشان 10 روز اخیر رمضان را همیشه اعتکاف می نشستند. سپس همسران ایشان نیز بعد ایشان این 10 روز را اعتکاف می نشستند. پس بر اساس همین حدیث فقیهان گفتند 10 روز اخیر رمضان را اعتکاف نشستن در مسجد این سنتی مؤکده یعنی سنتی تأکید شده است. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم از همان زمانی که به مدینه هجرت کردند تا وفات خود هیچ سال این عبادت را ترک نکردند. امام کاسانی از ابن شهاب زهری که از بزرگان تابعی نقل آورده که میگفتند عجبا للناس تركوا الاعتكاف وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء ويتركه ولم يترك الاعتكاف منذ دخل المدينة الى ان مات. ابن شهاب زهری میگوید از مردم در تعجبم چرا که اعتکاف را ترک کردند، نسبت به اعتکاف به اهمیت شدند، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی عملها را یعنی بعضی سنت ها را گاه انجام میدادند گاه ترک میکردند ولی اعتکاف را از زمانی که به مدینه آمدند هرگز ترک نکرده بودند. امام مرغلانی در هدایه میگوید والصحیح انه سنة مؤکده لان النبی صلی الله علیه و سلم واظب علیه. قول صحیح این است که اعتکاف نه مستحب بلکه سنتی مؤکده است زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را بر دوام انجام دادند. شخصی که اعتکاف می نشیند باید چیکار کند؟
باید به عبادت بپردازد، به قرآن خوانی، به ذکر و تسبیح. بله، و بدون عذر میباید از مسجد نبراید. امام کاسانی در بدایع گفته لا یخرج المعتکف من معتکفه فی الاعتکاف الواجب لیلا ولا نهارا الا لما لا بد منه من الغائط والبول و حضور الجمعه. شخصی که اعتکاف نشسته است از اعتکاف گاه خود، یعنی از آن مسجدی که در آن اعتکاف نشسته، نه شبانه و نه روزانه نباید بیرون براید مگر برای قضای حاجت و اموری که خیلی ضرور است. و اگر در آن مسجد جمعه برپا نشود میتواند به خاطر ادای نماز جمعه به مسجد دیگر رود. یعنی در این حالتهای مذکور تنها رخصت دارد از مسجد براید و همین که کارش را بود کند میباید در حال به اعتکافگاه خود برگردد. اما اگر شخص معتکف، شخص اعتکاف نشسته، بدون عذر از مسجدی که اعتکاف نشسته است به بیرون براید، اعتکاف او فاسد میگردد. شخص معتکف میتواند در مسجد طعام خورد، آب نوشد، با رفیقانی که با هم اعتکاف نشستند در دایره حلال، البته بدون اسراف، صحبت کند، گفتگو کند. فقها میگویند ولا یتکلم الا بخیر و یکره له الصمت. معتکف بجز سخن نیک نباید چیزی دیگر گوید. سخن بیهوده و سخن مکروه و حرام نباید آنجا از زبان او سر زند. این چنین پره خاموش نشستن نیز مکروه است. زن نیز میتواند اعتکاف نشیند. نزد فقیهان حنفی برای زن بهتر است در آن حجره خانه اش که مخصوص عبادت و قرآن خوانی آن را مهیا کرده است که به تعبیر فقیهان مسجد خانه اش نام دارد، بهتر است که در آن گوشه خانه اش یا در آن حجره از حجره های خانه اش که مخصوص عبادت کرده است آنجا اعتکاف نشیند. اگر زن خواهد در مسجد اعتکاف نشیند، البته اجازه شوهرش برای او شرط است و اگر شوهر او را اجازه دهد که اعتکاف نشیند، سپس حق او را از اعتکافش برآوردن ندارد. هر روز رمضان که شخص می خواهد اعتکاف نشیند عبادت مستقل حساب می شود. دوستان عزیز، یعنی اگر شخص تواند 10 روز اخیر رمضان اعتکاف نشیند، بله اختیار دارد و خوب است. اما اگر به سبب سیرکاری یا وظیفه و مسئولیت هایش نتواند همه 10 روز برای اعتکاف خود را جدا کند، در مسجد بماند، میتواند 1 روز یا 3 روز یا هر قدری که برایش میسر میگردد میتواند اعتکاف نشیند، چون که هر روز اعتکاف عبادت علاهیده و مستقل حساب است. هر قدر که میتواند این عبادت را انجام دهد به امید قبول طاعت و عبادت ها.